روز شما بخیر بینندگان ارجمند. برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را با خبرهای روز در تاجیکستان و جهان آشنا می‌کند. امروز سه‌شنبه 6 ژانویه است. توجه کنید به سرخط موضوع اساسی این نشر. با گذشت یک ماه از مرگ پراسرار 3 عضو خانواده در اسفره تا هنوز مقامات سبب فوت آنها را آشکار نمی‌کنند. مادر سرسان و از فرزند جدا چرا تلاش‌های یک ساکن دنغره برای از ترکیه برگردانیدن 2 فرزندش بی نتیجه بوده است؟ مادرش کم مگردوندم کودکورا 6 ماشین نمیبینم چی حال و هوال دارن. رهبر برکنار شده ونزوئلا در دادگاه گفت خود را بیگناه می‌شمارد. دادگاه آمریکا نیکولاس مادورو را به تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایبدار می‌کند. با گذشت یک ماه از مرگ ناگهانی 3 عضو یک خانواده در شهر اسفره، سبب و عامل‌های این فاجعه هنوز معلوم نشده است. مقامات میگویند تحقیقات ادامه دارد. روز 7 دکبر اسکندر ملکی، کارمند سابق حکومت اسفره، همراه زن و یک فرزندش در شرایط شبهه برانگیز جان باختند. پیوندانش طلب دارند که اسرار مرگ عزیزانشان زودتر آشکار گردد. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر می‌دهد. مقامات شهر اسفره که اکثرا در اعلان سبب این یا آن فاجعه زودکارند، با گذشت یک ماه از مرگ 3 عضو یک خانواده در شرح آن سکوت می‌ورزند. اسکندر ملکی 34 ساله، همسرش معطرخان 29 ساله و فرزندشان عایشه خان 4 ساله روز 7 دکبر در شرایط مرموز جان باختند و 2 طفل دیگرشان در بیمارستان بستری شد. فعلا وضع سمیه خان 6 ساله و محمد جان 4 ماهه که آن روز در حالت وزنین به بیمارخانه بردند به گفته پیوندانشان خوب است. از دادستانی شهر اسفره به ما گفتند که حالا پرونده باز نشده است و تنها سنجش ادامه دارد. کیمیاشناسان هنوز جواب تشخیص را به ما ندادند. یک منبع معتمد رادیوی آزادی که آگاه از رفت تفتیشات و تشخیص مرگ این عائله است میگوید اکثر نشاندادها را برای تشخیص نهایی طبی به ازبکستان فرستادند و انتظار جواب آن هستند. این را پیوندان عائله نیز تصدیق کردند. در همین حال برخی از نزدیکان همسر اسکندر ملکی با ارسال چند عکس و نوار میگویند که حالتهای شبهناک در مرگ آنها و بیمار شدن کودکان وجود دارد. آنها زهرآلودشوی از طعام و خورش و دیگر نوع خوراک را رد می‌کنند و احتمال سوء قصد را می‌بینند. پیشتر بعضی از پیوندان و همسایگان آنها سبب مرگ آنها را غذای زهرآلود گفته بودند. اسکندر ملکی یا خود شفیعیان سالهای دراز در اداره‌های دولتی ولایت سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود. او 1 سال پیش از این وظیفه رانده شد و طبق اطلاع دریافتی صاحبکاری میکرد. شفیعیان هنگام مناقشه شب 28 به 29 ژانویه سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و پیش از آن که به خبرهای تاجیکستان برگردیم، رو می‌آوریم به محاکمه نیکولاس مادورو. در مرافعه دادگاهی روز 5 ژانویه یعنی دیروز، رهبر برکنار شده ونزوئلا گفت که اتهام‌های تروریسم و تلاش برای قاچاق مواد مخدر را بی‌اساس و خود را بیگناه می‌حسابد. نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش را با امر پرزیدنت دونالد ترامپ دستگیر کرده به آمریکا بردند. موضوع را همکارم مومن احمدی ادامه می‌دهد. مخالفان و طرفداران بازداشت نیکولاس مادورو در نزد دادگاه فدرالی نیویورک جمع آمدند. در این مرافعه نیکولاس مادورو در مقابل اتهام‌های یک دادرس آمریکایی قرار گرفت که می‌تواند او را در نهایت به حبس ابد محکوم نماید. مادورو که با یاری ترجمان صحبت می‌کرد گفت من بیگناهم، عیبی ندارم و مردی با شرفم. او گفت هنوز هم پرزیدنت کشورش است. مادورو از روی 4 بند قانون کیفری آمریکا از جمله در توطئه تروریستی با استفاده از مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و تامین اسلحه و دستگاه‌های خرابکار گمانبر دانسته می‌شود. همسر مادورو سیلیا فلورس هم با عین همین اتهام به استثنای تروریسم با استفاده از مواد مخدر گمانبر دانسته شد. او هم در مرافعه خود را بیگناه نامید.
با باور دادستان‌ها در وظیفه پرزیدنتی مادورو قاچاق کوکائین را راهنمایی و نظامیان را برای تامین امنیت انتقال بارها استفاده می‌کرد. بار اول او را سال 2020 در دایره پرونده طولانی مدتی ضد مقامات ونزوئلا و سلاح به دستان کلمبیایی در قاچاق مواد مخدر گمانبر دانستند. مادوروی 63 ساله این همه را رد کرده می گفت این گپ ها برای روپوش کردن هدف دسترسی به ذخیره های نفت ونزوئلا هستند و پرزیدنت ترامپ این را پنهان نمی کند. روز دوشنبه ریدی ضد مادورو در جلسه شورای امنیتی سازمان ملل متحد محاکمه شد و روسیه، چین و دیگر همپیمانهای چپگرای ونزوئلا آن را محکوم کردند. پذیرش چنین منطق در را به سوی یک جهان بی‌ثبات باز می‌کند که در آن کشورهای قدرتمند از نظر نظامی می‌توانند سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر را زوراً حل کنند. در همین حال در داخل ونزوئلا روز دوشنبه امر اضطراری صادر شد که بر اساس آن پلیس کافت و کاب و حبس طرفداران حمله شب شنبه امریکا را سر کرده است. اینچنین روز دوشنبه معاون پرزیدنت و وزیر نفت ونزوئلا دلسی رودریگز رسما به اجرای وظیفه‌های پرزیدنت موقتی ونزوئلا آغاز نمود. او با جانبداری از مادورو ولی بدون اظهار مقاومت به عملکرد ایالات متحده آمریکا صحبت کرد. اعتراض مردمی در ایران با گذشت بیش از 10 روز گسترش پیدا کرده شهرهای بیشتر این کشور را فرا گرفته است. سازمان حامی حقوق انسان برای ایران که از خارجه کار میکند از تظاهرات ساکنان در 78 شهر خبر داده است. ساکنان بنابر بی‌قرب‌شوی پل ملی و گرانی به خیابان‌ها ریخته علیه حکومت اعتراض دارند. درباره تحولات ایران قبل از برنامه صحبت داشتیم با راد شهیدی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی و از اون نخست درباره حادثه های اخیر پرسیدم. امروز که سه‌شنبه هست اعتراضات در ایران وارد 10مین روز خودش شد. از صبح امروز بخش‌هایی از بازار تهران بسته شده و بخش‌های دیگری هم نیمه بسته هستند. تا الان دست کم 20 نفر از معترضان در شهرهای مختلف کشته شدند و خبرهایی که ما داریم صدها نفر مجروح و بازداشت شدند. یکی از نهادهای حقوق بشری تعداد بازداشتی ها رو بیش از 1200 نفر اعلام کرده. گفته میشه که اعتراضاتی که از گروهی از طرف بازاریان تهران شروع شد به بیش از 80 شهر در نقاط مختلف ایران گسترش پیدا کرده و هنوز هم ادامه داره. این اعتراضات گرچه از بازار تهران در اعتراض به بالا رفتن قیمت دلار، ارز و وضعیت اقتصادی کشور، معاملات اقتصادی شروع شد، ولی به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت. در بیشتر شهرها شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور داده میشه و حتی اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی در ایران فعالیت دارند تصاویر و اخبار مربوط به اعتراضات رو بازنشر میکنن، اونها هم عده‌شون دستگیر شدن در ایران. سوال دیگری که داشتیم این بود که بازداشت و برکناری رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو بحث‌های را در ایران برانگیخته است. آیا امکان دارد که امریکا چنین کاری را در جمهوری اسلامی انجام دهد؟ گرچه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند روز اخیر بارها مقامات جمهوری اسلامی را تهدید کرده و گفته که اگر به کشتن خشونت آمیز معترضان ادامه بدن ایالات متحده ممکنه وارد عمل بشه، ولی تحلیلگرانی که ما باشون صحبت کردیم حمله نظامی و یا حتی آن اتفاقی که در کاراکاس افتاد در روز شنبه رو برای ایران بعید میدونم، برای اینکه وضعیت ایران کاملا متفاوت هست. حتی رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور هم بارها در روزهای اخیر تأکید کردند که مردم ایران هستند که باید سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. راد شهیدی خبرنگار رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی درباره تحولات اخیر در اعتراضهای مردمی در ایران صحبت میکرد.
یک مادری از تاجیکستان بیش از نیم سال است در یک دهشت به سر میبرد. به گفته او همسر پیشینش 2 فرزند خردسال او را در ترکیه نگه می‌دارد و او نمی‌تواند آنها را به تاجیکستان بیاورد. لیوبوف چرنیکووا ساکن دانقره میگوید شوهر سابق ترکش فرزندان 5 و 8 سالش را با خود به ترکیه برده است و مادر نمی‌تواند آنها را به نزد خود بیاورد. گزارش همکاران ما را از دوشنبه همراه می‌بینیم. به کودک زندگی کردن نمیتونم من. این زن چند است با عکس فرزندان و بسته سندها در بدر مقامات می‌گردد. وی به چند نهاد از کمیته امنیت گرفته تا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت نمود تا فرزندان نابالغش از ترکیه برگردانده شوند. نه شب خوام نه روز. 9 مادش کم مگردوندم این کودک را. 6 ماشین نمیبینم. چی حال و حوال دارم. زورم اومده پیشم اومدم. تنها خواستم که کودکای ما شهروندای تاجیکستان در امی حدود تاجیکستان نبرویند. لوبوف چرنیکووا ساکن ناحیه دنقره ادعا دارد که شوهر سابق شهروند ترکیه ماه می به اجازه او فرزندان 8 و 5 سالش را از تاجیکستان برده است و او از آنها خبری ندارد. بوسردار دمردک پدر فرزندانش وی سال 2016 در ترکیه اول عقد نکاح مسلمانی و دیرتر رسمی بستند. به نقلش تا سال 2021 زندگی خوب داشتند. سبب سر زدن مناقشه و جدایی هم به ادعای زن این بود است که پدر فرزندانش پیوسته مست شده او را لطکوب می‌کرده است. تلاش ما برای تماس با سردار دمردک بی نتیجه بود، اما در یک مراجعتش به دادگاه ناحیه دنقره و هم مقامات ترکیه برای بعد تربیت خود گرفتن کودکان وی گفته است همسر پیشینش غیر قانونی فرزندانش را به تاجیکستان آورده است. در خلاصه دادگاه عالیوی شهر منوگت ترکیه هم که دسترسی آزادی شده آمده است، شهروند تاجیکستان کودکان را در خانه تنها گذاشته زورآوری می‌کند. لوبوف چرنیکووا این همه را بی اساس می‌خواند و برعکس میگوید بودن کودکان با پدر بی خطر نیست. به گفته او بعد بازگشت از ترکیه و با کودکان در دنقره زندگی خوب داشت، ولی ماه اپریل سال 2025 برای عیادت مادر مریضش به روسیه رفت و فرزندانش را که نمیتوانست با خود برد با وکالتنامه در تربیت یک زن شناسش ماند. میگوید وقت برگشت آنها را نیافت. مادرم که مریض بود نگاه بینش کردم نتونستم اومده. بعدی روسیه میگذاشتنش کوشش کردم بکنم کودکای ما کجاست. پدرم زنگ زدم گفتم که با آدرس اموس اصلا شو روین ببینین. باور نکردم که همین خیلی هست. عرضه به همه مقاماتای دخلدار عرضه کنم. MVD باجو که کمک کنن با ما گفتن که دست بکش از عریضت چکو میکنی قمیگردی تهدید کردن. حالا چرنیکووا از این زن شناسش هم به مقامات شکایت برده است. زن را او که برای مساعدت در دزدیده شدن فرزندانش متهم میکند در صحبت تلفنی با آزادی گفت اصل واقعیت دیگر است. اون نخواست معرفی شود اما گفت من در بلیطه خواب بودم همون زنه کسی در بلیطه خواب بود او چه کرد که من جای میرفتگی ندارم در کوچه موندگیم گفت که به کودک دارم گفت خیلی برش من کسی کودکان در خونه تو خیلی اینا بیاید خونه در مکتب تکیل برید دو موقع گفت که من با دیگر اینو چه دارم مکتب در تاجیکستان مرا کار نمیگیرن جنگ اوکراین میرم کودکاش ماند رفت من اوضاع کودکاش زنگ زدم گفتم که اگه شما بعداً فرزنداتون در کار باشن بیاین فرزنداتون بگیرین برین پدرشون اومد همه حجتاش اومد آورد اون پاسپورتشون قرار سودشون همه چیشون آوردن حجتشون کردن که گفتم در پاسخ به مراجعه چرنیکووا در کمیته مرزبانی گفتند که کودکان از کشور با شناسنامه تاجیکی برآورده نشده‌اند. زن میگوید که فرزندان شهروندان تاجیکستانند اما به گفته جانب دیگر آنها در ترکیه به دنیا آمده و شهروندی آن کشور را دارند. معلوم نیست قضیه با چی می انجامد اما چرنیکووا میگوید که او تلاش‌هایش را برای برگرداندن کودکان ادامه می‌دهد. این بار اول نیست که ازدواج زنانی تاجیک با شوهران خارجی به بحث و مناقشه‌های دادگاهی سر فرزندان انجام می‌یابد. بینندگان ارجمند برنامه در همینجا به پایان میرسد. شما هر لحظه می توانید خبرهای نو و بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید. azadi.org. اینچنین صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم در خدمت شما هستند. خدا نگهدار.